من اینجا ریشه در خاکم، من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم. من اینجا تا نفس باقیست میمانم، من اینجا باز در این دشت خشک تشنه میرانم. من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی گل برمی‌افشانم. من اینجا روزی آخر از ستیغ کوه چون خورشید سرود فتح میخوانم. پس از استقرار انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 از نخستین گروه‌هایی که مورد اذیت و آزار حکومت وقت قرار گرفتند، بهائیان ایران بودند. همگام با حذف بهائیان از قانون اساسی کشور و سلب همه حقوق شهروندی و انسانی از آنها، گزارش دستگیری‌ها، شکنجه و اعدام اعضای تشکیلات بهایی و افراد سرشناس از رسانه‌ها به گوش ملت ایران می‌رسید. همزمان با ویران ساختن اماکن مذهبی، تاریخی و فرهنگی بهائیان، تخریب قبرستان‌های بهایی، مصادره بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های بهایی، اخراج اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان بهایی از مراکز آموزشی، جامعه بهایی را در معرض نوعی اختناق اقتصادی قرار دادند. فلج نمودن زندگی افراد بهایی ابتدا با ضبط و مصادره شرکت‌های متعلق به جامعه و یا شرکت‌های خصوصی بهائیان آغاز شد. سپس با ضبط اموال بهائی‌هایی که اعدام می‌شدند ادامه یافت. در اینکه سرنوشت املاک و اموال مصادره شده چه شد و منافع مالی آن نصیب چه کسانی گردید اطلاعی نداریم. تنها می‌دانیم که هدف به حاشیه راندن جامعه بهایی بود تا نهایتاً به جامعه‌ای درمانده و فلج شده تبدیل شود. اخراج بهائیان از مشاغل دولتی از همان ابتدای انقلاب سرلوحه اقدامات کمیته‌های پاکسازی اسلامی در هر اداره یا وزارتخانه گردید. کارمندان و کارگران بهایی اگر به دین اسلام باز نمی‌گشتند از کار اخراج می‌شدند و تمام حقوق بازنشستگی ایشان نیز از بین می‌رفت. با انتصاب محمد علی رجایی به سمت وزیر آموزش و پرورش و سپس نخست وزیری، کوشش در اخراج بهائیان از مؤسسات آموزشی چند برابر گردید. از آغاز سال 1359 اخبار مشابهی در روزنامه‌های ایران مبنی بر اخراج دست جمعی معلمین و دبیران بهایی درج شد. به تدریج دانشگاه‌ها، ادارات دولتی، موزه‌ها و حتی شرکت‌های خصوصی را به این کار مجبور ساختند. آیت الله صدوقی، عامل بزرگ بهایی ستیزی در ایران، در همان نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نماز جمعه خواستار آن شد که همه بهائیان از مشاغل خود اخراج شوند. با این حرف او گروهی افراد ناآگاه در شهرستانها به خانه‌های بهائیان هجوم آوردند و به چپاول اموال ایشان و ضرب و شتم و آتش زدن خانه‌های آنان پرداختند. در 16 آذر 1360 طی بیانیه‌ای که در روزنامه کیهان درج شد، اخراج تمامی بهائیان از مشاغل دولتی به سیاست رسمی دولت تبدیل گردید. به خدمت کلیه پزشکان، پرستاران، معلمان و سایر شاغلان بهایی پایان داده شد. تقریباً در تمامی احکام صادره نوشته می‌شد که فقط در صورت انکار دین بهایی و بازگشت به اسلام شخص اخراج شده می‌تواند به کار خود ادامه دهد. در سال 1363 ضربه دیگری بر پیکر جامعه بهایی وارد آمد. روحانیون و دادگاه‌های اسلامی اعلام کردند که پرداخت حقوق به کارمندان اخراجی بهایی از ابتدا غیرقانونی بوده و تمامی حقوق دریافتی باید از ایشان پس گرفته شود. پس صدور احضاریه برای کارمندان سابق بهایی آغاز شد که مبالغ دریافتی را پس دهند. از آنجا که اکثر کارمندان بهایی قادر به پرداخت چنین مبالغی نبودند، لذا روانه زندانها شدند.
ثبت اموال موروثی بهائیان یکی دیگر از اقدامات حکومت جمهوری اسلامی ایران در جهت ایجاد فشار اقتصادی بر جامعه بهایی بود. روحانیون با نفوذ بهایی ستیز اقداماتی نمودند که بهائیان نتوانند از یکدیگر ارث برند. بدین ترتیب اگر در خانواده متوفی بهایی فردی مسلمان وجود داشت، بدون توجه به نزدیکی و نسبت خانوادگی کلیه ارث به او می رسید. اگر در خانواده فردی مسلمان وجود نداشت، تمامی املاک به تصرف بنیادهای نوپا در می آمد. مشکلاتی که برای زارعین و روستایان بهایی فراهم آوردند بسیار شدیدتر از موارد اخراج از کار در مورد کارمندان بهایی بود. کشاورزانی که نسل در نسل بر روی زمینی کار کرده و با دسترنج خود خانواده ای را اداره می کردند، ناگهان با دستور بعضی روحانیون و امامان جمعه از هستی ساقط شدند. مصادره خانه‌های بهائیان، اخراج از کارهای خصوصی، تفتیش عقاید، هجوم به منازل بهائیان و محل کسب آنها و بستن کارگاه‌ها و مغازه‌های آنان در سالهای بعد، ابتدا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد وسعت و شدت بی‌سابقه یافت که تا به امروز ادامه دارد. در سال 1387 مقارن با ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، فشارهای اقتصادی ابتدا از سمنان به صورت دستگیری اعضای جامعه بهایی و به دنبال آن پلم نمودن محل کسب و کار آنان انجام پذیرفت و به تدریج به شهرهای دیگر همچون همدان، تنکابن، رفسنجان، ساری، قائمشهر، بابل، بندر ترکمن، متلقو، جیرفت و کرمان تسری یافت. بدین ترتیب استراتژی اذیت و آزار اقتصادی جامعه بهائیان ایران ابتدا به صورت آزمایشی از شهر سمنان شروع شد. به گفته امام جمعه سمنان که اگر بتوانیم بهائیان را از سمنان بیرون کنیم، قادر به اخراج کلیه بهائیان ایران خواهیم شد. به نظر می رسد این فرایند به جهت تنگ شدن عرصه زندگی بهائیان بوده تا در نهایت منجر به ترک آنها از وطنشان ایران شود. در حال حاضر در سمنان تمامی محل کسب و کار بهائیان از کارخانه ها و مغازه ها گرفته تا باغ ها و مزارع کشاورزی از ادامه فعالیت ممنوع و محروم هستند. امروز کسانی که تا چند وقت پیش مدیر یک کارخانه یا کشاورز و تاجر و صنعتگری موفق و صاحب امتیاز از مراجع بالا رتبه دولتی بودند و حتی لوح تقدیر از وزارتخانه‌های مختلف دولتی داشتند، با روی آوردن به مشاغل خانگی به سختی امرار معاش می‌کنند. فقط به این دلیل که حاضر نیستند تسلیم ظلم و بی‌عدالتی مراجع حکومتی شوند و ترک محل خیش کنند. در سال 1393 مغازه‌های بهائیان را به بهانه عدم اطاعت از حکومت و اجرای خودسرانه مناسک مذهبی بهایی پلم می‌کنند. موضوع مورد مناقشه آن است که بهائیان هر سال 9 روز تعطیل بوده و از اشتغال به کار در این ایام معاف می‌باشند. مطابق با قانون اصناف، هر فرد دارای جواز کسب مجاز است تا 15 روز متوالی محل کسب خود را به هر دلیلی ببندد. با اینکه تعطیلات 9 روزه بهایی در ایام سال پراکنده است، حتی برخی از آنها با روزهای تعطیل رسمی کشور مصادف می شود، باز هم اداره اماکن بسته بودن مغازه‌های بهائیان را مخل پایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران و سبب اغتشاش اذهان عمومی می‌داند. اکنون به جز سمنان و رفسنجان که همه محل‌های کسب و کار بهائیان مسدود و پلم شده‌اند، 18 واحد صنفی در همدان، 13 واحد در کرمان، 5 واحد صنفی در تنکابن محروم از ادامه فعالیت اقتصادی میباشند. این در حالی است که شهرهایی مانند ساری، قائمشهر، بابل، بابلسر، متلقو
و نور سیاست آزار و اذیت اقتصادی بر بهائیان به صورت بستن موقت و متناوب مغازه‌ها و اخراج معلمین موسیقی حتی هنرجویان بهایی در بخش آموزش خصوصی بوده است. سالهاست که جامعه بین‌المللی بهایی در دفاع از حقوق همکیشان خود در ایران به کلیه مراجع حقوق بشری مراجعه نمودند و از آنها خواستار دفاع از حقوق مسلوبه بهائیان ستمدیده شدند. مقامات حکومتی ایران این دفاعیات قانونی را توطئه اسرائیل، آمریکا و انگلیس وانمود می‌کنند و بهائیان را وابسته و جاسوس این کشورها معرفی می‌نمایند. روزی نیست که این اکاذیب و توهمات بی اساس نقل جراید و رسانه‌های رسمی ایران نشود. آقای جواد لاریجانی نماینده ایران در پاسخگویی به جوامع بین المللی نسبت به نادیده انگاشتن حقوق شهروندی بهائیان این گونه اظهار نظر می نماید. اقلیت‌ها و بهائی‌ها خیلی اشاره شد به خصوص کشورهای اروپایی خیلی اشاره کردن. بهائی‌ها اقلیت هستند در ایران. اینها رو خب میگن که یک قرارداد شهروندی هست. طبق این قرارداد شهروندی اونها تمام مزایای اصلاح شهروندان ایران رو دارن. خیلی ثروتمند هستن، بسیار کارخانه دارن، از نظر اقتصادی بسیار فعال هستن، اساتید دانشگاه دارن، دانشجویانی هستن در دانشگاه، از تمام امکانات رو دارن. حال این دو سوال مطرح است که بهائیان کیستند و اینکه تا به کی هزاران تن از مردم ایران به خاطر گرایش به این دین دستخوش خشونت و سرکوب خواهند بود. در پاسخ به سوال اول باید گفت که بهائیان صرف نظر از اعتقاداتشان مردمی از سرزمین ایران هستند. بهائیان ایرانی‌اند و سعادت ایران آرزوی قلبی یکایک آنان می باشد. محبت و صداقت اساس آموزه‌های دینی آنهاست، لذا موظفند با تمام اقوام و ملل بر اساس این دو اصل اساسی رفتار کنند تا تمدنی مبتنی بر صلح و آشتی در کره خاک تأسیس شود و بشریت به رفاه مادی و معنوی برسد. در پاسخ به سوال دوم، زمانی خشونت علیه بهائیان به اتمام میرسد که مردم شریف ایران بیش از پیش به حمایت از بهائیان و سایر اقلیت‌ها در ایران بپردازند و در مسیر موج آزادی خواهی مدافع حقوق شهروندی همه ایرانیان گردند. حداقل سوالاتی از این قبیل باید ذهن هر ایرانی را به خود مشغول کند که چرا سالهاست هموطن من، همشهری من، همسایه من، دوست من به علت اعتقاداتش باید مورد اذیت و آزار واقع شود؟ چرا فرزندان هموطن من از ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها محرومند؟ چرا بهائیان باید به خدمت نظام وظیفه بروند، مالیات به حکومت بپردازند، اما حق اشتغال در بسیاری از مشاغل را نداشته باشند؟ چرا آن خانواده‌های شهدا و جانبازان و اسرای جنگ ایران و عراق که بهایی هستند از امکانات مربوط به این قشر بی بهره‌اند؟ و صد تأسف که امروز مغازه بهایی شیمیایی شده در جنگ را پلمب می‌کنند. اینها سوالاتی است که می‌تواند در ذهن هر ایرانی غیرت و همت عدالت طلبی را به وجود آورد. خواه این ایرانی فردی از عامه اجتماع باشد، خواه دولت مردی با منصب اداری عالی. تنها با رفع این تبعیضات میتوان فارغ از هر اعتقاد و مذهبی به آبادی و رشد و پیشرفت وطن عزیزمان بیندیشیم و ایرانی آباد و آزاد برپا سازیم و درخت افسرده وطن را بارور و سرزنده نماییم.
آنچه ایران خانه خوبان شود. رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای، ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود. خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم، ما برای خواندن این قصه عشق به خود. رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم، ما برای جاودانه ماندن این عشق خود. خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم، لا 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 لا.